به نام خدا یک نوع بامیه را براتان آموزش میتیم دوست عزیز که هم دوا باشه و هم غذا. به مواد مورد ضرورت میبینیم: پیاز دوست عزیز یک عدد، سیر 2 دانه دوست عزیز، تخم گشنیج نیم قاشق چای خوری، زردچوبه نیم قاشق چای خوری، زیره نیم قاشق چای خوری، گل گلاب 1 قاشق چای خوری خشکش، مرچ سیاه نیم قاشق چای خوری، 4 مساله دلچان پرتین دلچان شد نپرتین، امرای نمک. 4 مساله به خاطر از ذائقه‌اش گفتیم، اگر ننداختین دلتان. بیاین پیاز اضافه کردیم، پیاز گلابی شد، بامیه را قبلا شسته بودیم، توته کرده بودیمش، بالاش اضافه میکنیم. به 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 دوست عزیز، بامیه هم دواس و هم غذا. این دوست عزیز برای 2 دقیقه وره کم درگک چپ راست میزنیمش و بعد از او باز همین مسالجات بسم الله گفته اضافه میکنیم. همین که دوست عزیز اضافه شد بازو میره، یعنی به ظرف 1 دقیقه این طرف ملاقش میکنیم. بالایش اگر آب گرم بود بهتر، نبود آب سرد خاصو هست. فقط در سر از این 4 ملاقه یا 1.5 گلاس آب اضافه میکنم. مقصد هم است که قورمه شود. ببینید دوست عزیز، ای ماشاءالله آب اضافه کردیم. اینال یک میکس میکنیم، باز هم بازی را سرپوش سرش میمونیم. ایره بر 15 دقیقه در آتش کم ایره دم میتیم دوست عزیز. ما برنامه قبلی را تعریف از بامیه ما داشتم برای شما که در آب ترک کرده بودم که صبح نوشیجان کنی به خاطر درد مفاصل و درد عضلات. ولی طریقه آماده کردن بامیه را اینه: در ظرف 15 دقیقه یک بامیه خوشتم مزدار اینا بخیر در دورش یک چند تا لیمو را میچینیم، لیمو را میمونیم، کتمینان تندوری وطنی این است سرویس میکنیم یا نوش جان میکنیم. چی یک مزه میته. برنامه ما را فالو کنیم، با دوستایتان روان کنید. خدا